از 1 سپتامبر سال 2025 در تاجیکستان معاش، نفقه و استیپندیا به طور نظررس بالا برده می شود. این تدبیر در اساس دستور سپارشی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان که در پیام سالانه سنه 28 دکبر سال 2024 به پارلمان تاکید نمودند عملی می گردد. معاش مربیان کودکستان و معلمان 30%، مزد مهنتی کارمندان ساحه بودجتی از جمله کارمندان حفظی حقوق و نظامی 20%، کارمندان ساحه تندرستی 20%، نفقه های اساسی و امتیازهای اجتماعی 10% زیاد کرده شده، مزد حداقل در سطح 1000 سومانی مقرر کرده می شود. این تغییرات به بهتر کردن سطح زندگی اهالی و دستگیری کارمندان ساحه بودجتی نگرانده شده است. زیادشوی مزد معاش با از 1 سپتامبر برای به همه کارمندان ساحه تندرستی و حفظ اجتماعی داخل است. به حالت امروزه به نظر داشت زیادشوی مزد مهنت برای یک طبیب 2340 سومانی و برای یک کارمند میانه تیپ 1540 سومانی مقرر کرده شده است و از 1 سپتامبر با نظر داشت زیادشوی به 20% برای طبیبان 2820 سومانی و برای کارمندان میانه تیپ 1850 سومانی به حساب میانه حساب کرده می شود. یادآور می شویم که سال 2024 معاش در تاجیکستان علاقه 40% و معاش حداقل 33.3% افزوده است. تامین اجرای هدفهای عالی حکومت کشور بلند برداشتن سطح نیکوحوالی مردم محض از سطح رشد اقتصادیات وابسته است. از این رو تامین افزایش مجموع محصولات داخلی وظیفه اساسی به حساب می رود و در این جهت حکومت کشور همساله به دستاوردهای نو به نو نایل گردیده ایستاده است. از سنه 1 سپتامبر معاش ما کارمندان ساحه معارف 30% مطابق فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان بلند برداشته می شود. این یک تحفه به آموزگاران در سال نو تحصیل است. همه آموزگاران خرسند از آن است که از طرف پرزیدنت کشورمان اساسگزار صلح و وحدت ملی محترم امامعلی رحمان توجه خاصه به کل آموزگاران و مخصوصا ساحه معارف داده ایستاده است. البته همه آموزگاران کوشش به خرج می‌دهند که خوانندگان را، طلبگان را در روحی و تندرستی و میهن پرستی تربیت نموده و در آینده برای گلگل شکوفی تاجیکستان عزیزمان خدمت‌های شایان نمایند. نشان دهنده اقتصادی مهمی که به سطح نیکوحوالی مردم تاثیر رسان می باشد درآمدهای پولی اهالی می باشد. مثلا حجم این نشان دهنده در سال 2024 به 147 میلیارد سومانی و افزایش آن به 13.4% برابر شده است. پیوسته افزودن درآمد پولی اهالی نشان رشد اقتصادیات، تشکیل کارخانه‌های و کارگاه‌های نو و جایهای نویکاری، افزودن ماهانه و علاوه پولی‌ها، استفاده تکنیک‌های و تکنولوژی نوین در روند استحصالات می باشد. سلامتی ملت بایگیری دولت است. این نقطه از تاکیدهای همیشگی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در سمت حفظ سالمی اهالی می باشد. در بیمارخانه کلینیکی ولایت سوخت امروز نزدیک 1000 نفر کادرها فعالیت می کنند و از این توجه غمخوری سروری دولت قناعتمندند. در رابطه به این می توان خلاصه کرد که ساحه تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی رشد کرده در سمت تامین سلامتی اهالی قدم‌های استوار گذاشته می شود. باید قید نمود که بالا بردن ماهانه نفقه و علاوه پولی‌های مردم همان وقت نتیجه می‌دهد که اگر سطح افزایش آنها در سطح تورم بالا باشد. در پیام پیشوای معظم ملت تاکید گردیده است که در 5 سال اخیر زیادشوی معاش 100% و سطح تورم 29% را تشکیل نموده است که نشانی بالاروی سطح و صفت زندگی اهالی میباشد. مستان محیدی آزاده، سعیدالله ارسلانوف، اخبار.